به نام خدا، من مهدی ابراهیمی هستم و در این آموزش قصد دارم قسمت ششم از آموزش های ساخت بازی پلتفرمی رو به شما یاد بدم. خب اون قسمت تا اینجا پیش رفتیم که سایز لیاوت رو 50000 در 480 گرفتیم و در این قسمت میخوایم حرکت موتور رو پیاده سازی کنیم. خب ابتدا میایم اسم لایه‌مون رو به بک‌گراند تغییر میدیم و شروع میکنیم دابل کلیک میکنیم و بک‌گراند خودمون رو وارد میکنیم. من یه 5 تا بک‌گراند دارم برای شما میذارم، شما ترکیبی ازشون استفاده کنید. مثلا تا 2000 تا لیاوت رو از این استفاده کنید، تا 2000 تاش هم از این و اینجوری خودتون دیگه بسازید. من فقط از یه دونه استفاده میکنم تا حجم آموزش یا زمانش کمتر بشه. خب فقط از این استفاده میکنیم. اندازش رو از یه لیاوت یه کپی میگیرم و روی این پیست میکنم. گفتم خودتون میتونید از بک‌گراندهای دیگه استفاده کنید، من فقط برای اینکه یاد بگیرید میگم. خب مکان اون رو 0 در 0 میگیریم تا با لیاوت مچ شه. خب حالا میایم پایین و سولید رو میکشیم میندازیم داخل. اون رو میگیریم، اندازش رو برای اینکه هم سایز لیاوت شه 50000 میگیریم تا تای لیاوت بره. حالا یکم هم میتونیم بزرگترش کنیم. خب حالا میایم این لایه رو کلا قفل میکنیم، باهاش کار نداریم و یه لایه جدید میسازیم به نام پلیر. خب دابل کلیک میکنیم، یک شیء اسپریت جدید اضافه میکنیم و موتورمون رو انتخاب میکنیم که من از این موتور استفاده میکنم. خب فضای خالی تصویر رو پاک میکنیم. حالا تصویر رو میچرخونیم، میخوایم به سمت راست بشه، میرور میکنیم و حالا اون رو میبندیم. اسمش رو به SP موتور تغییر میدیم، اون رو میذاریم اینجا. حالا بهش رفتاره ببینید، چون من اولین دوره آموزشمون هست و سعی میکنیم تا حد ممکن ساده به شما آموزش بدیم، نمیخوام از رفتار فیزیک استفاده کنم. شما برای ساخت مثلا ماشین و موتور میتونید راحت از رفتار فیزیک استفاده کنید، ولی یکم قواعدش سخته، ایونت هاش. به خاطر همین من میام از رفتار 8 جهت استفاده میکنم. هم ساده است، هم نیازی نداره 1 ساعت بخوایم بشینیم کد یا رفتار یا ایونت اضافه کنیم. پس این رفتار رو انتخاب میکنم و به پلیرم رفتار دوربین میدم تا دوربین با پلیرم حرکت کنه. خب اینتر، اون رو میبندم. خب نه، مکس اسپید میگه آخرین سرعتی که پلیر ما بهش برسه چقدر باشه. مثلا شما توی موتور کیلومتر موتور مثلا نهایت سرعت 160 سایه. خب این نهایت سرعت رو مثلا میگه چقدر رو باشه. ما مثلا میذاریم 1300، مثلا 1300 تای سرعت موتور ما باشه. خب شتاب معمولا بر حسب پیکسل بر ثانیه است. خب یعنی هر پیکسل بر ثانیه خب این مقدار به سرعت شما اضافه میشه. اگر منفی باشه کم میشه، اگر مثبت باشه اضافه میشه. خب ما شتاب اون رو 100 میگیریم که زیادم نشه و این گزینه وقتی موتور شما مثلا در حال حرکته، خب وقتی میخواید مثلا جهت رو برگردونید، میخواید برگردید به سمت راست، یهو مثلا برنمیگرده، یکم میره جلو و بعد برمیگرده و به واقعیت نزدیکتره. خب این رو هم به 200 مثلا تغییر میدیم. خب این میگه جهت حرکت موتور کجا باشه. موتور که نمیخواد بالا و پایین بره، فقط میخواد چپ و راست بره، پس این رو انتخاب میکنیم. و زاویه موتور نسبت به چرخش رو هم میذاریم رو 9، نمیخوایم موتورمون زاویه داشته باشه. و الان اگر بازی رو تست کنیم با کلیدهای جهت میبینید موتور ما الان حرکت میکنه با کلیدهای جهت و دوربین هم باهاش میره. خب نگاه کنید، الان میخوام مثلا برم سمت راست، یکم طول میکشه. میبینید الان مثلا میخوام سمت راست، ببینید یکم طول کشید.
این به خاطر همینه. خب حالا باید لاستیک ها رو پیاده کنیم. بیایم تو همین لایه پلیر دابل کلیک میکنیم و یک شی اسپریت جدید اضافه میکنیم که قرار لاستیک های موتور باشه. این رو میزنیم و لاستیک موتور رو انتخاب میکنیم. البته این لاستیک زیادم صاف نیست یا گرد نیست، من اینا با فتوشاپ در آوردم و یکم قناسی داره. خب حالا نقطه ایمیج رو هم میذاریم وسط و اون رو میبندیم. اون رو حالا خودتون تنظیم کنید هر جایی که دوست دارید. خب اسمش رو به لاستیک تغییر بدید، یه دونه ازش کپی بگید و این طرف موتور پیست کنید. خب حالا برای اینکه این دوتا رو بندازیم پشت موتور، روی موتور راست کلیک میکنیم و زد اوردر اون رو میاریم بالا. دیدید اومد بالا، خیلی ساده. اگر توی لایه باشه، همین الان ستاشم توی لایه پلیرن. خب اون حالا میتونیم به صورت دستی تغییر بدیم. خب الان اگر بازی رو اجرا کنیم پلیر ما بره، لاستیکا جا میمونن. میبینید ما میخوایم بگیم لاستیکا به موتور بچسبن مثل کمک فنر. خب میایم به لاستیک رو پیدا میکنیم، بهش رفتار پین میدیم. پین یعنی چسب، به یک چیزی بچسبه. پین رو میدیم و وارد رویدادنویسی این لیاوت میشیم. میگیم در شروع بازی آن استارت آف لیاوت، یعنی در شروع این لیاوت، چون بغلش یک علامت پیکان سبزه، یعنی فقط یک بار در بازی اجرا میشه در این لیاوت. یعنی اگر شما وارد بازی شید یک بار این رخ میده و دیگه اتفاق نمیافته. on the end of layout وقتی کاربر از مثلا لیاوت خارج شد یک اتفاق رخ داده، ما میخوایم بگیم وقتی وارد شد، پس این گزینه رو انتخاب میکنیم. وقتی کاربر برای اولین بار وارد این لیاوت شد بگیم لاستیک پین بشه، پین تو آبجکت، میگه بچسبه به یک شی، میگه کدوم شی، میگیم شی موتور دیگه، موتور رو انتخاب میکنیم. خب این گزینه هاشه که چجور بچسبه، مثلا تعقیب کنه، تعقیب برداری کنه، تغییر زاویه‌ای، ما اون رو میذاریم روی فقط تعقیب یا چسبوندن توی مختصات. خب حالا اگر بازی رو اجرا کنیم میبینید که وقتی موتور ما حرکت میکنه لاستیک ها هم باهاش میرن. حالا یک مشکلی هست، باید لاستیک بچرخه ولی نمیچرخه. خب این هم خیلی ساده است. کانستراکت همه چی با رفتارها ممکنه. لاستیک رو پیدا میکنیم، بهش رفتار روتیت میدیم یعنی چرخش، روش کلیک میکنیم. خب این سرعت چرخش رو مشخص میکنه. ما مثلا میگیم 100 طبیعی باشه و شتابش رو هم میگیریم 50. هر پیکسل در ثانیه 50 تا به سرعت اضافه میشه. یعنی الان سرعت اگر 100 مثلا در شروع سرعت 100، خب هر ثانیه که هر پیکسل که میریم جلوتر ثانیه بر ثانیهش 50 تا بهش اضافه میشه. یعنی یک ثانیه تقریبا میشه گفت 100 تا به سرعتش اضافه میشه. همینجور سرعتش زیاد میشه. خب اجرا میکنیم بازی رو. خودتون اینا رو باید تنظیم کنید. اینا کنید. الان حرکت میکنیم، لاستیک در حال چرخش، چقدر جالب. هی میریم جلو، سرعت پلیر ما بیشتر میشه، سرعت چرخش لاستیک هم بیشتر میشه چون شتاب داره. میبینید سرعت چرخش داره هی زیاد میشه، سرعت پلیر ما هم داره زیاد میشه، شتاب. خب الان نگاه کنید سرعت پلیر ما محدوده. گفتیم پلیر ما سرعتش فوقش بشه 1300 تا، ولی رفتار روتیت محدودیت نداره، همینجور سرعت زیاد میشه. میبینید چقدر داره میچرخه. ما نمیخوایم این اتفاق بیفته. خب ما میایم میگیم اگر سرعت موتور شرط میده، میگه سرعت موتور، بررسی سرعت موتور خب مساوی 1300 شد، ببینیم الان سرعت موتور چنده، نهایتش 1300. خب بگیم اگر سرعت موتور مساوی 1300 شد، خب شتاب لاستیک صفر بشه. آقا دیگه لاستیک به سرعتش اضافه نشه. خب میگیم خیلی ساده، لاستیک ست شتاب، اون رو صفر میکنیم. خب الان سرعت از کجا بفهمیم سرعت مثلا موتور چقدره؟ میتونیم یک شی تکست اضافه کنیم، اون رو اینجا بذاریم، اسمشو بذاریم مثلا تکست اسپید، رنگش رو سفید میکنیم، اندازش رو یکم بزرگتر میکنیم و گفتم بزرگترش میکنیم. اون رو یکم میگیریم میذاریم اینجا، با مقدارش پیشورزش رو، مقدار پیشورزش رو خالی میذاریم به این صورت.
خب حالا میخوایم بگیم هر لحظه خب سرعت موتور ما رو نشون بده. میایم توی واحد ایونت شیت میگیم هر لحظه توی سیستم ایوریتیک، یعنی هر تیک ثانیه ایوریتیک رو انتخاب میکنیم، میگیم شیء تکس اسپید ست تکس. خب حالا برای اینکه سرعت حرکت موتور رو نشون بدیم، خب از این پنجره خب موتور رو انتخاب میکنیم، پنجره دستورات، خب موتور رو انتخاب میکنیم. حالا نهایت سرعت هم که میشد اسپید دیگه، اسپید رو انتخاب میکنیم. حالا داون رو میزنیم. خب یا اینکه اگر این پنجره نبود، مثلا اینو بسته بودیم، میتونیم به سادگی ابتدا اسم موتور رو بنویسید، شیء موتور اسپی موتور، بعد داتس بذارید نقطه. خب بعد باید رفتارش رو انتخاب کنید، رفتار 8 بود دیگه، بعد نقطه، بعد امکاناتش. ما مثلا اسپید رو خواستیم انتخاب کنیم، داون رو میزنیم. حالا بازی رو تست میکنیم. الان ببینید سرعت ما 0. خب موتور حرکت میکنه، سرعت در حال اضافه شدنه. خب این به خاطر این نشون نمیده که چون این کوچیکه، اینو یکم بزرگتر کنیم. خب حالا تست میکنیم. ببینید سرعت در حال اضافه شدن 180 تا، ولی سرعت جا میمونه. برای اینکه جا نمونه یه لایه جدید میسازیم به نام UII. پارالاکس روی لایه کلیک میکنیم و پارالاکس اون رو 0 میگیریم. خب حالا روی این شی کلیک کنیم و اون رو به لایه UII تغییر میدیم. حالا تست میکنیم. خب الان نگاه کنید سرعت ما 180 همینجوری داره اضافه میشه، ولی یه بدی داره. ما میخوایم این مثلا ثانیه هاش هم نشون نده، فقط مستقیم مثلا 700 اینجوری نشون بده. خب میایم از دستوری، میایم کلا قبل اسپی یه عبارت اینت رو می‌نویسیم. اینت یعنی مقدار خالی یا مستقیم. اینت رو میزنیم، حالا پرانتز رو باز میکنیم، یعنی به این صورت شد اینت شیء موتور رفتار 8 سرعتش. حالا بازی رو اجرا میکنیم. حالا ببینید فقط مستقیم سرعت موتور رو نشون میده. ببینید دیدید چقدر راحت. سرعت موتور هم 200 تا همینجوری زیاد میشه. الان هم مثلا موتور به 1300 تا برسه، شتاب چرخش لاستیک 0 میشه. خب نهایت سرعت گفتیم 1100. الان دیگه لاستیک به مثلا چرخشش سرعتش زیاد نمیشه، همینجوری ثابت میمونه. خب ما همین رو میخوایم دیگه. خب اون رو میبندیم. حالا میخوایم یه کار خیلی جالب کنیم. میخوایم چیکار کنیم؟ میخوایم یک کار خیلی جالبی رو پیاده کنیم توی بازی. و میخوایم وقتی مثلا انگار اینجا شبه، خب پلیر ما با چراغ موتورش داره حرکت میکنه. مثل اینه که مثلا ما تو خیابونیم با موتور داریم میریم، نصف شبیه، همه جا خاموشه، ما با چراغ موتورمون جلو رو روشن کردیم. میایم چیکار میکنیم؟ میایم روی پلیر کلیک میکنیم. خب یک شیء اسپریت اضافه میکنیم، ازش یک تصویر محو انتخاب میکنیم. این یک تصویر محو انتخاب میکنیم، اسمش رو مثلا میذاریم شادو، یعنی سایه. خب اون رو بزرگ میکنیم. حالا برای اینکه مثلا معکوس شه، الان میبینید داره این سفیدی رو نشون میده. خب میخوایم سفیدی رو نشون نده، اینجا رو مثلا نشون بده. میایم افکت یا جلوه اون رو روی این میذاریم. دیگه الان برعکس شد. خب حالا میایم روی پلیرمون کلیک میکنیم. خب این اس رو روی نو میذاریم. خب رنگ لایه‌مون، رنگ لایه پلیر رو به سیاه تغییر میدیم. خب دیدین چی شد؟ پس و گزینه فورس رو هم روی یس میذاریم. دیدین چقدر جالب شد؟ الان داره بک‌گراند ما رو نشون میده. چقدر جالب. میبینید الان یه چراغ شد. پس چیکار کردیم؟ این رو روی لایه پلیرمون کلیک کردیم، رنگش رو سیاه کردیم، ترنس رو روی نو گذاشتیم، روی یس کل لی‌آوت رو نشون میده، روی نو نشون نمیده، و گزینه فورس رو هم روی یس گذاشتیم. خب حالا نگاه کنید، حالا می‌خوایم بگیم موتور هم بره پشت مثلا توی چراغ قرمز. مثلا می‌بینید این موتور رو قید می‌کنه. برای اینکه اینجوری نشه میایم اینجا کل موتور رو انتخاب می‌کنیم. می‌بینید خب اون رو لایه‌اش رو به بک‌گراند تغییر میدیم. حالا بازی رو تست می‌کنیم. می‌بینید پلیر حرکت می‌کنه، میره.
ولی این جا میمونه. ما میخوایم آقا این جا نمونه، میخوایم با پلیر ما حرکت کنه. پس میگیم چیکار میکنیم؟ بهش رفتار پین میدیم. همین الان توضیح دادیم در موردش. میگیم در شروع بازی شادو پین بشه به موتور دیگه. موتور که موتور رو هم روی این. خب الان نگاه کنید، ما دو تا اکشن داریم که دو تاشون هم دارن یه کار میکنن. یعنی چی؟ میچسبن به شی موتور دیگه، هم لاستیک هم شادو. خب حالا این دو تا اکشن شده، میایم یه دونهشون میکنیم. میایم یه دونه از فامیلا اد میزنیم، دو تا شی رو انتخاب میکنیم، یه دونه لاستیک بود، یه دونه هم شادو دیگه. اوکی رو میزنیم، اسمش رو مثلا میذاریم پین. خب حالا میایم روی شادو کلیک میکنیم، رفتار پین رو ازش حذف میکنیم. میایم روی لاستیک کلیک میکنیم، رفتار پین رو ازش حذف میکنیم و به جاش میایم روی پین کلیک میکنیم و به دو تا شی که داخلش رفتار پین میدیم. این توی عملکرد بازی شما خیلی تاثیر داره. حالا میگیم در شروع بازی پین، یعنی خانواده پین بچسبن به موتور. الان دو تا اکشن رو کردیم، یه دونه اکشن. خب حالا بازی رو تست میکنیم. الان پلیر ما حرکت میکنه، باش نورم میره. خب ما میخوایم یکم جالب ترش کنیم. بیایم چیکار کنیم؟ یعنی بیایم نور رو بگیریم، گنده تر کنیم، اون رو بچسبونیم مثلا به جلوی کل مثلا وسط موتور. حالا ببینیم چی میشه. الان پلیر اون حرکت میکنه، نورم باش میره. چقدر جالب میشد. کانستراکت همه کار میشه کرد. خب حالا اون رو یکم بالاتر میبریم، طبیعی‌ترش میکنیم که خودتون دستی تنظیم کنید. حالا میخوایم بگیم در شروع بازی پلیر خودش اتوماتیک به سمت راست حرکت کنه. الان میبینید پلیر ما حرکت میکنه، باید خودمون با مثلا کلیدهای جهت حرکت کنیم. برای اینکه حرکت کنیم میریم توی ایونت شیت، میگیم ایوریتی که خودش داره. خب پلیر ما موتور نکنید سیمولیت کنترل، یعنی خودمون مشخص کنیم به کدوم سمت بره. انتخاب میکنیم و حرکتش رو مثلا مسیرش رو مشخص کنیم. میخوایم بریم سمت راست که پس رایت رو انتخاب میکنیم. حالا ببینید خود موتور خودکار حرکت میکنه، ما دست رو کیبورد نمیزنیم. چقدر جالب شد. حالا میخوایم بگیم خب بیایم یه کار خیلی جالب کنیم. بیایم روی لایه پلیر کلیک کنیم. خب یه دونه شیء اسپرایت اضافه کنیم، روش جنازه بذاریم. مثلا به عنوان مثال اصلا این جنازه رو بذاریم. فضای خالیش که الان میبینید فضای خالی دورش زیاده، این رو بذارید فضای خالیش رو حذف کنه و اون رو بگیرید مثلا بذارید اینجا، اسمش رو بذارید مثلا جنازه. خودتون که دیگه باید مثلا این لیات رو تنظیم کنید که چه مثلا دستوراتی داشته باشه، قرار پلیر ما چه مأموریت انجام بده. اینو تو قسمت قبل با متغیرها بهتون یاد دادم، خودتون باید پیاده کنید. من فقط اینو میذارم یک چیزی رو یاد بگیریم. خب حالا میخوایم بگیم وقتی پلیر ما خب به این جنازه میخوره، خب کل صفحه بلرزه. مثلا دید زلزله میاد، خونه میلرزه، اون اتفاق بیفته. خب اول برای اینکه اینا برم توی پشت سیاهی، خب اون رو انتخاب میکنیم. اینجا جنازه بود، جنازه رو انتخاب میکنیم، لایه‌شون رو به بک‌گراند تغییر میدیم تا برم پشت سیاهی. حالا میایم تو رویدادنویسی میگیم اگر پلیر ما موتور آن کالوژن، خب ایز یعنی هر لحظه که پلیر ما به اون شی برخورد کرده بود اتفاق بیفته، ولی آن فقط یک بار، چون ما پیکان سبز شروع میشه. گفتم پیکان سبز خب تریگر ها هستن، فقط یک بار رخ میدن. پس میگیم آن کالوژن یعنی برخورد کرد با یک شی. میگه کدوم شی؟ میگیم خب شی جنازه. یه جنازه رو انتخاب میکنیم. اگر موتور به شی جنازه برخورد کرد، حالا شی موتور چون رفتار اسکرول داره شیک شه. خب این قدرت لرزش رو مشخص کنیم. ما مثلا میذاریم 10 نصف میکنیم و اینم زمانش رو مثلا چند ثانیه صفحه بلرزه، مثلا میذاریم 5 ثانیه. خب این از وسط مثلا حرکت زلزله رو خیلی زیاد میکنه، این نه متوسط میذاریم رو همین دان و بازی رو اجرا میکنیم. الان پلیر ما حرکت میکنه، خودش اتوماتیک به جنازه خورد. دیدید لعود داره میچرخه. برای اینکه یکم واقعی ترش هم کنیم میتونیم اون رو مثلا بذاریم روی دومیه که قدرتش بیشتر بشه. حالا تست میکنیم.
دیدین چرخید، میتونیم زمانش رو هم بیشتر کنیم، مثلا 1 ثانیه. حالا ببین چقدر جالب میشه، 1 ثانیه کل لیاوت ما اینو زلزله بار میلرزه. دید چقدر جالب. خب حالا میتونیم یک صدا مثلا براش مشخص کنیم. قبلا من صدا آوردم، خودتون میتونید صدا اضافه کنید، این قسمت ساندی رو بزنید و ایمپورت رو بزنید، صدایی که دوست دارید رو انتخاب کنید. ما مثلا قبلا یه دونه داشتیم، میگیم در شروع لیاوت شیء پلی شیء آیدیو پلی، پخش کن یک صدا رو. میگه کدوم صدا؟ مثلا میگیم این صدا. میگه تکرار بشه صدا بعد از اینکه تموم شد، میگیم آره. و تگ شما هر چی خودتون دوست دارید میتونید بزنید و بازی رو اجرا کنیم. چی رو شد؟ چقدر جالب شد. یکم صدا گذاری یاد بگیریم میتونید یک بازی خیلی حرفه‌ای بسازید. حالا میتونید خودتون مثلا وظیفه این مرحله رو خودتون مشخص کنید. ما فقط بهتون یاد دادیم مرحله رو بسازین. امیدوارم که از آموزش لذت برده باشین. خب پروژه‌مون رو تا همینجا ذخیره میکنیم. انشالله از شنبه شروع میکنیم به ساخت دوره بازی دیگه‌ای. این دوره هم خودتون میتونید مراحل دیگه بهش اضافه کنید. ما فقط تا همینجا بهتون یاد دادیم، چون تا همینجاش هم که یاد بگیرید میتونید یک بازی پلتفرمی بسازید. با خیلی از رفتارها آشنا شدیم. خب امیدوارم از آموزش لذت برده باشین.